عزیزان سلام. صبح شد و دیشب پیش دوستا بودیم و بسیار از ما پذیرایی کردن و یک تشکری خاص داریم از ولی جان رحمتی که تمام کارها و آشپزیار اینا انجام دادن. خب میریم ببینیم که جاهای دیدنی کجای. اول فکر کنم بازار بریم که خیلی مهمه، درسته؟ داخل بازار اومدیم امروز صبح ببینیم که داخل از این بازار اینا چی میفروشن، چی کاروبار میکنن. فکر میکنم اینجا کیش فروشی و تمام هر چیزی که مردم لازم دارن داخل از این بازار است. چیزی از داخل شهر فراه نیاز نیه، همه چیز اینجا هست، درسته؟ بله، همه چیز اینجا انشالله هست. نیاز مردم که از ولایت میه انشالله اینجا هر چیزی که به کارش باشه پیدا میشه انشالله. خب از میوه تازه تا نون و دیگه وسایل گوشتی که به کار بشه تمام اجناس اولیه و غیر اولیه به داخل از این بازار پیدا میشه. نیازی نیه که کسی از اینجا بره به داخل شهر چیز خرید کنه، درسته؟ بله. سلام. حاجی ماما خوبین؟ بخیر سلامت. خوبین بخیر سلامت. خوبین بخیر. این یخ هم همینجا تولید میشه؟ نه، یخ از ولایت فرا میاد. از فرا میاد. تا اینجا میاد او نمیشه؟ نه دیگه یک 40 دقیقه 50 دقیقه 40 دقیقه راه. بیشتر نیست، 40 تا 45 دقیقه. خب دوستا بیامدیم به زیارت شیخ عبدالصمد نظری.
که جناب محمود جان مور بیاوردن اینجا که چند تا تصویر هم از اینجا بگیریم و گفتنیایی که اینجا داره به تصویر بکشیم. تاریخ این زیارت دقیقا معلوم نیست و اینجا میبینیم که چند جا روی سنگا بعضی نوشته های داره که از قدیم بوده. میشه که اینا رو هم ببینه. یک سنگ 133 نوشته، فکر کنم همین تاریخه. میشه که میری یک بار به دوستا به تصویر بگیر. یکی از دوستان با جمعی از دوستا خوبی آمدن به اینجا به این زیارت. میشه که یک معرفی هم با اینا باشه. میشه که خود معرفی کنه؟ بله برادر، نام شکرالله از برات فراوه. خب اینجا به اناردره بیامدیم به چه خاطر؟ اینجا به اناردره آمده به خاطر تفریح که بهترین جای از یک از برات فرا سرسبترین جا ولسوالی می باشد. به خاطر آمده و جمع دوستان. امروز آمدیم یا نه از دیروز هم اینجا؟ دیروز آمده. خب دیروز آمدیم. دیگه جای دیدنی هم برفتیم یا نه؟ دیگه تمام و اناردره با جمع دوستان گشتیم. خب خیلی خوبه خیلی خوبه. از این زیارت زیاد شما هم فکر کنم معلومات نداشته باشین. نه بذارین معلومات ندارم. ما امروز آمده. خیلی خوبه خیلی خوبه. میگن که بسیار به تمام ولایت فراه یگان ولسوالی که بسیار زیبا. دیگه ولسوالی هم زیباه ولی زیباترین ولسوالی و سرسبزترین ولسوالی اناردره.